سرخط مهمترین خبرها. مقامات ترکیه یک تاجر ترک را از تاجیکستان ربوده است. طلب دیدبان حقوق بشر از جو بایدن در دیدار با امام علی رحمان و نشر کتاب نوی رادیوی آزادی با نام 4 ضرب بلوچستان. درود بینندگان عزیز و صبحتان بخیر و روزتان باقرار باشد. برنامه نوید بامدادی تقدیم شما می‌گردد و من فرزان محمدی با جمع همکارانم در 10 دقیقه دیگر شما را با نوگانی‌های تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت. امروز 19 سپتامبر است. بنا به نوشته رسانه‌ها، یک تاجر ترکی مقیم تاجیکستان صبح روز یکشنبه 17 سپتامبر از جانب مقامات ترکیه ربوده شده است. سامانه کرونوس می نویسد کورای وورال پدر 3 فرزند هنگام به کار رفتنش از جانب مردان نقاب‌پوش ربوده شده است. 2 دختر او سمیرا نور و یاسمین نور وورال این حادثه را در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کردند. در توییت‌های زیرین این دختران ادعا کردند که پدرشان از جانب افسران یک نهاد قدرتی ترکیه ربوده شده و در سفارت ترکیه نگهداری میشد. در این باره عمر فاروق وکیل پارلمان کشور ترکیه هم اظهار نظر کرده حدس میزند که وورال را با یک هواپیما از دوشنبه به انقره بردند. کورای وورال از سال 1994 در تاجیکستان زندگی میکرد و در مکتب‌های مربوط به جنبش گولین کار میکرد. این مکتب‌ها در تاجیکستان پس از کوشش تبادلات دولتی در ترکیه در سال 2016 بسته شده بودند. بنابراین او به صاحبکاری مشغول شده تجارت میکرد. مقامات تاجیکستان وابسته به این خبر هیچ واکنش نکردند. اما 2 ماه پیش نیز امسال کوچ سابق رهبر مرکز دیالوگ در دوشنبه که از طرفداران فتح‌الله گولن نام برده میشد از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بولد میدیا گفته بود که این شهروند ترکیه را غیرقانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه‌اش با جنبش گولن بازداشت کردند. بعضی رسانه‌های ترکیه نوشتند او در نتیجه عملیات ویژه از تاجیکستان برآورده شد. هیومن رایتس واچ یک سازمان معتبر خواسته است که پرزیدنت آمریکا جو بایدن در ملاقات با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان وضع حقوق انسان را در این دولت‌ها در میان گذارد. انتظار می‌رود دیدار نخستین پرزیدنت بایدن با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی این هفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک برگزار شود. در اظهارات دیدبان حقوق بشر از چند مورد جدی پایمال شدن حقوق آدمان در آسیای مرکزی یادآوری شده است. از جمله مؤلفان گزارش از آن ابراز تشویش کردند که حکومت تاجیکستان سرکوب حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان را در سالهای اخیر بیشتر کرده است. مقامات تاجیکستان به این اظهارات هنوز واکنش نکرده اما در گذشته چنین تنقیدها را رد نموده بودند. مقامات بارها گفتند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان گروه‌های جنایی را سرکوب کردند و روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای همکاری با سازمان‌های ممنوع زندانی شدند. صادرات برق از تاجیکستان به کشورهای همسایه‌اش بیشتر شده است. در این باره آزیا پلوس با تکیه به آژانسی آمار تاجیکستان اطلاع داده است. تنها در ماه آگوست امسال به مبلغ زیاده از 22.2 میلیون دلار نیروی برق فروخته شده است که این نشان دهنده 3.2 میلیون دلار و 5.5 میلیون دلار زیادتر نسبت به ماه‌های ایول و ایون سال روان است. به صورت عموم در ظرف 8 ماه سال روان تاجیکستان از حساب صادرات برق بیش از 85.1 میلیون دلار درآمد به دست آورد که 3% زیادتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. اول همین سال تنها با شرکت‌های 2 کشور افغانستان و ازبکستان درباره انتقال برق قراردادها به امضا رسیده بودند. این کشورها در دوره تابستان به مقداری از قبل پیش بینی شده برق می‌گیرند. افزایش حجم صادرات برق از تاجیکستان به گمان غالب به انتقال قبلا پیش بینی نشده به قزاقستان وابسته است. این هم در حالی است که تابستان همین سال تاجیکستان با سبب گرمای شدید به کمبودی برق دچار شد. مقامات محلی و شرکت‌ها جاری شدن لیمیت را قاطعانه رد نموده قطع برق را چون همیشه برگزاری کارهای تعمیر معنی داد می‌کردند. بیننده‌های عزیز، بخش تاجیکی رادیوی آزادی کتاب نوی را با نام 4 ضرب بلوچستان در شهر پراگ مرکز جمهوری چخیه نشر کرد. آن را همکار ما کیومرث عطا ترتیب داده است و پیش از برنامه از او پرسیدیم که محتوای کتاب را به بینندگان شرح دهد. تشکر فرزان و سلام به تماشابینان عزیز. 4 ضرب بلوچستان این کتابی است که حالا در دست من میبینید. این از 400 صفحه عبارت است و نوشته های 4 مؤلف را در بر میگیرد.
مؤلفان باید یادرس کنیم که دانشمند سرشناس اکبری ترسان، سیاستشناس عبدالله رهنما و روزنامه‌نگاران رجب میرزا و زیوربانو رؤوفی هستند. نوشته های آنها در دوام سالهای 2006 و 2023 در سامانه رادیوی آزادی نشر شدند. ما همه آن را در یک کتاب گرد آوردیم، چون اول اینکه محتوایشان کهنه شونده نیست و دوم اینکه در مدتی که این بلاک ها نشر شدند سامانه ما بسیار وقت در تاجیکستان و کشورهای دیگر دست نارس بود و سوم اینکه ما همه این را در یک جا جمع کردیم تا اینکه پراکنده نباشند و در آینده همچون منبع یا که تصویری زمان ما خدمت کنند. باید گویم که درد محلگرایی، نگاه به 3 دهه استقلال تاجیکستان، کمبود مقامات تاجیکستان و برخوردشان با مشکلات مردم، حقوق زنها، تهدیدها به ثبات و امنیت کشور از موضوعهای اساسی این نوشته ها است. مؤلفان همونطور که میبینید نماینده نسل‌های گوناگون هستند و هر کدام سبک و نگاه خود را دارند، اما در عموم همه آنها به یک سوال پاسخ می‌جویند که تاجیکستان حالا در کجای تاریخ خود است و به کدام سمت راه پیش گرفته است. همین. البته بعد این خبر بسیاری ها خواهند نوشت و یا خواهند پرسید که این کتاب را چگونه و از کجا باید دسترس کنند. با آنها چی میگویید؟ همونطور که اشاره کردیم کتاب را یک نشریات در جمهوری چخیا چاپ کرده است. راستی گپ بسیار می‌خواستیم که آن را در تاجیکستان نشر کنیم و به همه هواداران و دوستان به پول تقسیم کنیم، اما به سبب آنکه در گذشته چاپخانه‌های کشور از نشر کتابی راه دشوار صلح خودداری کرده بودند، آن را ناچار در پراگ به تاب رساندیم. کتاب راه دشوار صلح که مصاحبه‌های امام علی رحمان و سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجانزاده و دیگران را در بر می‌گرفت، سال پیش از این آماده و نشر شد. حالا که 4 ضرب بلاگستان در پراگ نشر شده است، امکانی به همه فرستادن آن وجود ندارد، ولی ما به زودی وریانت الکترونی آن را در سامانه رادیوی آزادی به همه میگذاریم و در آنجا به همه دسترس خواهد شد. همچنین کاربران توسط صفحه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی به ما مراجعه کنند و ما حتما برایشان میفرستیم. تشکر. همکارم کیومرث عطا از پراگ با ما درباره کتاب تازه نشر 4 ضرب بلاگستان صحبت میکرد. دسته استقلال دوشنبه نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا 2023-2024 در میدان خود برگزار میکند. بازی دور اول این مسابقات پرنفوذ آسیا میان دسته‌های استقلال تاجیکستان و الدوحیل قطر شام امروز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 21 آغاز می‌یابد. بر اساس نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها، تاجیکستان در گروه ی با دسته‌های پرسپولیس، الدوحیل و النصر رقابت می‌کند. در هیئت دسته النصر کریستیانو رونالدو نیز برای بازی به تاجیکستان می‌آید. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 19 сентябри соли 2010 дар дараи Камароби водии Рашт дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст 25 сарбозу афсари вазорати дифои Тоҷикистон кушта шуданд. Мақомот масъулиятро ба афроди вафодор ба Мулло Абдулло Давлатов, як фармондеҳи собиқи нерӯҳои мухолифини Тоҷикистон вогузор карданд ки созишномаи сулҳи 1997-ро напазируфта буд. Амалиёти таъқибу қатл ва боздошту ҳабси аъзои ин гурӯҳ то баҳори соли 2011 идома кард ва мақомот моҳи апрел аз қатли ӯ хабар доданд. 19 сентябри соли 2018 додгоҳи шаҳри Бағдод пойтахти Ироқ 9 зани тоҷикро барои узвият дар гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ ва ҳамзистӣ бо ҷангҷӯён аз 20 соли зиндон то ба ҳукми абад маҳкум кард. ҳар яки онҳо ки ҳамроҳи шавҳаронашон баъди солҳои 2014 ба қаламравҳои Ироқу Сурия рафта буданд, ҳамроҳ бо фарзандонашон ба зиндон рафтанд. аксарин занҳо гуфтанд гумроҳ шуданд ва ба ҳарфи шавҳаронашон бовар карда ба қаламравҳои Доиш афтоданд. 19 сентябри соли 1959 дар оилаи ҳунарпешаҳои маъруф Ҳабибулло Абдуразоқов ва Фотима Ғуломова коргардони театру синамо Барзу Абдуразоқов таваллуд шудааст. муаллифи намоишномаҳои театрӣ ва филмҳои бадииву ҳуҷҷатӣ ба ҳайси коргардони андешавар, мунаққиди ҳукумат ва то ҷоя дигарандеш маъруф шудааст. баъди намоишномааш Девонагӣ 93 дар саҳнаҳои театрҳои касбии Тоҷикистон иҷозаи кор надоданд ва барои кору зиндагӣ ба хориҷа рафт. намоишномаҳояш Қиёмат, Ривояти Манкурт ва дигарҳо барои театрҳои Қирғизистону Қазоқистон ҷоизаҳо овардааст. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تقریباً به 115 سامانی برابر است.
100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. خدا نگهدارتان.